درس نوبتی درباره مدل‌ها میشود. مدل‌های ساده، سیستمی مدل و البته که مدل‌های کوالیتی و مدل برش ها هر یک گونه رو دیده میبریم. یک چند درس به این مدل‌ها درس میگذاریم. بیاین خیلی سعی کنید نگاه کنید ریشه مدل رو یابید میگن. در اینجا قوس هست، ifade 4 ضرب 1 ifade برابر 572. شما میتونید قوس ها رو کشوین، بعد x ها رو به یک طرف، عدد ها رو به دیگر طرف آورده، بعد این رو کار کنید یا اینکه یک بار تقسیم کنید. چی میشد این 53 جمع 9x یعنی 572 تقسیم 4 میکنه، یعنی 4 ضرب 1 ifade 572. یعنی وقتی تقسیم میکنیم چند میشود 1 4 143. بعد در اینجا کاری آسان تر است. 9x 143 مینوس 53 90 میشود و x ما برابری 10 میشود. دوام میکنیم. اکنون سه قوس این نموده چی؟ قوس ها رو یک بار میکشویم. نگاه کنیم قوس ها بین همشون جمع است. یک x رو هم دو سه تا یک بار نویسیم. 3x مینوس 10 مینوس 40 مینوس 50 مینوس 80. این مینوس 80 میشود برابر است به 520. بعد 80 رو اگر به طرف راست کنیم 3x برابر 600 x برابر چند میشود 200. جواب ما 10 میشود. دوام میکنیم. این نمودی مثال ها خیلی مشهور هستند. چیکار میکنیم؟ کسری. اول از همه کاری آسان همین طرف رو یک طرفش رو حل میکنیم، بعد دیگر طرف رو عددش رو کسرش رو به طرف چپ یا راست میگیریم. بیاین به این رو کار کنیم. اول هم وقت باید به کسر نادرست گردونیم. 17 بکنیم 1 تقسیم 2 این میشود 17 ضرب 2 جمع یعنی 35 تقسیم 2 تقسیم. بیاین خیلی برو نویسم برای فهموشتن. 4 ضرب 12 14 تقسیم 3 برابر است به x تقسیم این چند میشود 10 12 تقسیم 5. برای تقسیم و کسر رو اجرا کردن دیوم کسر صورت مخرج جاش رو عوض میشود. این چی میشود 35 تقسیم 2 ضرب 3 تقسیم 14 برابر به چی میشود؟ نگاه کنید این طرفی راست چی است؟ x تقسیم 12 تقسیم 5. یعنی من این ifade رو وقتی کسرهای درون به درون ضرب‌های درون به درون اگر داشته باشین a b برابر c d باشد، ما این رو چه نوشته میتونیم؟ a ضرب d برابر b ضرب c. در اینجا هم به همین ifade طرف چپ ifade مخرج دوم رو ضرب کرده میتونیم. یعنی ifade ما به چی تبدیل میشه؟ 35 تقسیم 2 ضرب 3 تقسیم 14 ضرب 12 تقسیم 5 این برابر x. یعنی بعد این ضرب کسر رو باید اجرا کنیم. این رو وقتی میکنیم آسان تر است. چی میشود؟ چه اختصار میشود؟ نگاه کنیم. در پایان چی ها داریم؟ 3 نداریم، 5 داریم، 35 این 7 میماند، 2 میرود اینجا 6 میماند. 14 چی دارد؟ 14 این 7 قطع 14 میرود 2 میماند، 2 قطع این 1 6 میرود 3 میماند. یعنی 3 ضرب 3 x برابر 9 میشود. باید بر دیگر کار کنیم. باید نمود دیگر سوال همین چیز با همین مانند است. یعنی با همین کسری نادرست میگردونیم. چی میشد؟ 4 بتونی 1 تقسیم 2 یعنی 4 ضرب 2 جمع 1 9 تقسیم 2 تقسیم بیاین باید بنویسم همش رو 7 تقسیم 4 برابر به x تقسیم 1 باره نویسم. این کسری نادرست گردونیم چی میشه؟ 9 14 تقسیم 9 14 تقسیم 9 و از اینجا چی میشد؟ 9 تقسیم 2 ضرب 4 تقسیم 7 و بعد این از طرف راست کسر رو به طرف چپ میگیریم همچون ضرب 14 تقسیم 9 این برابر چند میشد؟ x میشد. بعد اینجا اختصار میکنیم. ifade رو اختصار میکنیم. 2 7 14 میرود 9 9 میرود x برابر 4 میموند. یعنی جواب ما 3.